چی شده؟ چرا من ناراحتی؟ هیچی دنیز جان، وضعیت لبنیات و شیر خیلی به هم ریخته است. شرکتام دیگه بستنی ندارن بدن. از این به بعد هر مشتری اومد یه اسکوپ بستنی بیشتر بهش نده. باشه آقا مجنون کی داره میاد تو؟ مگه اینو نمیشناسی؟ نه. این دختر بزه است، باباش یکی از پولدارای شهر تهرانه. الان هم دم بخته، هر کی باشه ازدواج کنه نونش تو روغنه. پسر جون کجا داری میری؟ بیا سر کارت ببینم. سلام بانو، خوش اومدید. پدر خوب هستن؟ فکر کنم تازه استخدام شدی اینجا، همه منو میشناسن. ویژه ترین بستنی فابو رو همیشه میخوام. باشه الان براتون میارم. خیلی ممنون. بفرمایید خانم، این بستنی که ما به همه مشتریامون میدیم، اینم سایز اسپیشیالش که برای شما زدم. وای چقدر جذاب، ولی من حوس بری کردم. میتونی همین سایزی برام بزنی؟ آره خانم، رو چشم. الان براتون بری رو میارم. بفرمایید خانم، گفتید بری براتون 2 برابر سایز قبلی زدم. دستتون درد نکنه، چقدرم هیجان انگیزه. ولی من همین الان حوس نوتلا کردم. خانم همین الان گفتی برام بری بیارم. ببین با من کلکل نکن، اخراجت میکنم. اینجا هم رو سرت خراب میکنم. باشه خانم، الان براتون نوتلا میارم. خانم بفرمایید، دیگه از این بزرگتر واقعا نداری. وای چقدر هیجان انگیز. ولی خب میدونی من شیرپسته نوتلا میخوام. خانم پدر منو در آوردی. چه غلطی کردی؟ باشه خانم، میرم الان براتون میارم. بدو. بفرمایید خانم، اینم بزرگترین بستنی جهان. آها این همونیه که میخواستم. تا تو بذاری رو میز من میرم 10 تومنم برات انعام میکشم. خدافظ خانم ززه، خدافظ. آقا مجنون 10 تومن ما رو بده دیگه. کدوم 10 تومن؟ مگه بهت نگفتم یه دونه بستنی بیشتر به مشتری نده؟ ورشی بستنی 20 کیلویی زدی دادی به مشتری؟ این همه بستنی برات فروختم. نمیخوام بفروشی. همین که جریمت نمیکنم برو خدا رو شکر کن. این 10 تومن رو برمی‌دارم میذارم جیب خودم، تو رو جریمه نمیکنم. برو به سلامت.